سلام دوستان. امروز میخوام درباره یکی از جالبترین و شگفت‌انگیزترین معماهای زیستشناسی با شما حرف بزنم. یه موضوعی که همه ما توی زندگی روزمرمون باهاش روبرو میشیم، ولی شاید کمتر بهش فکر کرده باشیم. فکر کنید دو نفر رو که همسن و همسال هستن، مثلا هر دو 50 سالشونه. یکیشون انگار 25 سالشه، پوستش صاف و شفافه، موهاش پرپشته، انرژی کافی داره و واقعاً جوون به نظر میرسه. اما اون یکی دیگه انگار 65 سالشه. چین و چروک صورتش مشخصه، موهاش سفید شده و خستگی توی قیافش معلومه. حالا سوال اینجاست، چرا یکی جوونتر به نظر میرسه و یکی مسن‌تر؟ آیا فقط به ژن‌ها مربوط میشه؟ یا عوامل دیگه‌ای هم دخیل هستن؟ چرا بعضی آدم‌ها دیرتر پیر میشن؟ امروز میخوام شما رو با دنیای شگفت‌انگیز زیستشناسی پیری آشنا کنم. میخوام بهتون بگم که چه عواملی باعث میشن بعضی افراد دیرتر پیر بشن و ظاهر جوانتری داشته باشن. و باور کنید، این موضوع خیلی جالبتر و پیچیده‌تر از چیزیه که فکرش رو بکنید. پیری یه فرایند طبیعی و اجتناب ناپذیر توی زندگی همه موجودات زنده است. ولی سرعت این فرایند توی افراد مختلف متفاوته. بعضی‌ها سریع‌تر پیر میشن، بعضی‌ها کندتر. و این تفاوت به دلایل مختلفی مربوط میشه که الان باهاتون بررسی میکنیم. اول از همه باید بدونیم که پیری یه موضوع چند بعدی است. یعنی نمیشه گفت فقط یه عامل باعث پیر شدن میشه، بلکه ترکیبی از عوامل ژنتیکی، محیطی، سبک زندگی و حتی شانس باعث میشه که ما پیر بشیم. پس اگه آماده اید، بیایید با هم به این سفر علمی و جذاب بریم و ببینیم که چرا بعضی آدم‌ها دیرتر پیر میشن. خب، اولین و مهمترین عاملی که توی سرعت پیری نقش داره، ژن‌ها و دی ان ای ماست. شما شنیدید که بعضی خانواده‌ها طول عمر بیشتری دارن؟ یا اینکه همه افراد یه خانواده جوون به نظر میرسن؟ این دقیقاً به خاطر ژن‌هاییه که از والدینمون به ارث میبریم. توی سلول‌های بدن ما، دی ان ای مثل یه دستورالعمل کامل برای ساخت و نگهداری بدن عمل میکنه. حالا تصور کنید این دستورالعمل رو هزاران بار کپی کنید. هر بار که کپی میکنید، ممکنه یه سری اشتباهات کوچیک پیش بیاد. همین اشتباهات و آسیب‌های دی ان ای یکی از دلایل اصلی پیریه. ولی اینجا یه نکته جالب وجود داره. توی انتهای هر رشته دی ان ای ساختارهایی به اسم تلومر وجود داره. تلومرها مثل نوک پلاستیکی بند کفش هستن که از پاره شدن اون جلوگیری میکنن. هر بار که سلولهای ما تقسیم میشن، این تلومرها یک کمی کوتاه‌تر میشن. حالا فکر کنید وقتی تلومرها خیلی کوتاه بشن، سلول دیگه نمیتونه به درستی تقسیم بشه و این یکی از علائم پیری سلولی است. جالبه بدونید که بعضی افراد تلومرهای طولانی‌تری دارن یا اینکه تلومرهای اونها کندتر کوتاه میشه. این یه مزیت ژنتیکی است که باعث میشه اونها دیرتر پیر بشن. یه آنزیم به اسم تلومراز هم توی بدن ما وجود داره که میتونه تلومرها رو دوباره بلند کنه. ولی متاسفانه این آنزیم توی سلولهای بزرگسال معمولاً خاموشه. فقط توی سلولهای خاصی مثل سلولهای بنیادی یا سلولهای سرطانی فعاله. بعضی محققین دارن روی این موضوع کار میکنن که بتونن با فعال کردن این آنزیم پیری رو کند کنن. یه ژن دیگه که خیلی مهمه، ژن FOXOTT3 هست. تحقیقات نشون داده که افرادی که نسخه‌های خاصی از این ژن رو دارن، شانس بیشتری برای زندگی طولانی‌تر و سالم‌تر دارن. این ژن توی تنظیم استرس اکسیداتیو، التهاب و ترمیم سلولی نقش داره. علاوه بر اینها، ژن‌های دیگه‌ای هم هستن که روی سرعت پیری تأثیر میذارن. مثل ژن‌هایی که روی متابولیسم، سیستم ایمنی و ترمیم دی ان ای نقش دارن. اما نکته مهم اینه که داشتن ژن‌های خوب تنها کافی نیست. محیط و سبک زندگی هم خیلی مهم هستن. یعنی اگه شما ژن‌های خوبی داشته باشید ولی سبک زندگی نامناسبی داشته باشید، باز هم ممکنه زودتر پیر بشید. و برعکسش هم صادقه. یعنی حتی اگه ژن‌های ایدئالی نداشته باشید، با سبک زندگی سالم میتونید به طور قابل توجهی پیری رو به تأخیر بندازید.
حالا بریم سراغ یکی از خطرناکترین دشمن‌های سلول‌های ما، رادیکال‌های آزاد. اسمش که بشنوید فکر می‌کنید یه چیز علمی تخیلی است، ولی نه. اینها واقعاً توی بدن ما وجود دارن و هر روز داره آسیب میزنن. رادیکال‌های آزاد مولکول‌هایی هستن که یه الکترون کم دارن و به همین خاطر خیلی ناپایدار هستن. این مولکول‌ها برای پیدا کردن الکترون جفتشون به سلول‌ها و دی&ای و پروتئین‌ها حمله می‌کنن و بهشون آسیب میزنن. این فرایند رو استرس اکسیداتیو میگن. فکر کنید رادیکال‌های آزاد مثل یه دزد هستن که میخوان چیزی رو از سلول‌های شما بدزدن. وقتی این کار رو میکنن، سلول آسیب میبینه و این آسیب‌ها با گذشت زمان جمع میشن و باعث پیری میشن. ولی خبر خوب اینه که بدن ما سیستم دفاعی قدرتمندی داره. آنتی اکسیدان‌ها مثل سربازهایی هستن که در مقابل رادیکال‌های آزاد میجنگن. آنتی اکسیدان‌ها میتونن اون الکترون کمبود رو به رادیکال‌های آزاد بدن و خنثیشون کنن قبل از اینکه به سلول‌ها آسیب بزنن. حالا جالبه بدونید که بعضی آدم‌ها سیستم آنتی اکسیدانی قوی‌تری دارن. این میتونه به خاطر ژن‌هاشون باشه یا به خاطر رژیم غذاییشون. افرادی که میوه‌ها و سبزیجات زیادی میخورن، آنتی اکسیدان بیشتری دریافت میکنن و همین باعث میشه سلول‌هاشون کمتر آسیب ببینن. آنتی اکسیدان‌های معروف شامل ویتامین C، ویتامین E، بتا کاروتن و سلنیوم میشن. همچنین ترکیباتی مثل پلیفنول‌ها که توی چای سبز، شکلات تلخ و انواع میوه‌ها پیدا میشن، آنتی اکسیدان‌های قوی هستن. به همین خاطره که همیشه میگن یه سیب در روز دکتر رو از تو دور میکنه. چون سیب پر از آنتی اکسیدان هاست که به سلول هاتون کمک میکنه در مقابل آسیب های اکسیداتیو مقاومت کنن. ولی باید یه نکته رو بگم. مصرف بیش از حد مکمل های آنتی اکسیدانی لزوماً خوب نیست. تحقیقات نشون داده که بدن به یه تعادل نیاز داره. رادیکال های آزاد به مقدار کم حتی نقش‌های مفیدی دارن، مثل کمک به سیستم ایمنی برای مبارزه با باکتری‌ها. پس بهترین راه اینه که از طریق رژیم غذایی متنوع و سالم آنتی اکسیدان‌های طبیعی رو دریافت کنیم. این باعث میشه سیستم دفاعی بدنمون قوی باشه و دیرتر پیر بشیم. حالا میرسیم به یکی از مهمترین بخش‌های صحبتمون، سبک زندگی. این بخشیه که شما میتونید روش کنترل مستقیم داشته باشید. یعنی شما میتونید با انتخاب‌هایی که هر روز میکنید تصمیم بگیرید که میخواید زودتر پیر بشید یا دیرتر. بیایید با یکی از مهمترین عوامل شروع کنیم. تغذیه. اون چیزی که میخورید مستقیما روی سلول هاتون تأثیر میذاره. رژیم غذایی پر از غذاهای فراوری شده، قند، چربی‌های ترنس و نمک زیاد باعث التهاب مزمن توی بدن میشه و این التهاب یکی از عوامل اصلی پیری زودرسه. اما اگه رژیم غذاییتون پر از میوه‌ها، سبزیجات، غلات کامل، آجیل‌ها، ماهی و روغن‌های سالم باشه، بدنتون مواد مغذی مورد نیازش رو دریافت میکنه و التهاب کمتری تولید میشه. به همین دلیله که رژیم مدیترانه‌ای به عنوان یکی از بهترین رژیم‌ها برای طول عمر معرفی میشه. یه عامل دیگه که خیلی مهمه، ورزش. ورزش منظم یکی از قدرتمندترین راه‌ها برای کند کردن پیریه. وقتی ورزش میکنید، قلب و عروقتون قوی‌تر میشن، متابولیسم بهبود پیدا میکنه، سیستم ایمنی تقویت میشه و حتی سلول‌های مغزی جدید ساخته میشن. تحقیقات نشون داده که افرادی که منظم ورزش میکنن، تلومرهای طولانی‌تری دارن. یعنی ورزش به صورت مستقیم روی سلول‌ها تأثیر میذاره و پیری اونها رو کند میکنه. حتی نیازی به ورزش‌های سنگین نیست. پیاده‌روی نیم ساعته روزانه هم میتونه تفاوت بزرگی ایجاد کنه. حالا بریم سراغ یه دشمن بزرگ، خواب ناکافی. وقتی به اندازه کافی نمیخوابید، بدنتون فرصت ترمیم و بازسازی پیدا نمیکنه. توی خواب، بدن هورمون‌های مهمی مثل هورمون رشد ترشح میکنه که به ترمیم سلول‌ها کمک میکنه. کمبود خواب باعث التهاب، استرس اکسیداتیو و پیری زودرس میشه. استرس مزمن هم یکی دیگه از عوامل خیلی مخربه. وقتی استرس زیاد دارید، بدنتون هورمون کورتیزول زیادی تولید میکنه و این باعث آسیب به سلول‌ها،
تضعیف سیستم ایمنی و تسریع پیری میشه. به همین خاطر مدیریت استرس از طریق مدیتیشن، یوگا یا حتی گذراندن وقت با عزیزان خیلی مهمه. سیگار و الکل هم دو تا از بدترین دشمن‌های سلول‌های ما هستند. سیگار کشیدن باعث آسیب شدید به DNA، تسریع کوتاه شدن تلومرها و افزایش رادیکال‌های آزاد میشه. الکل زیاد هم همینطور. این دوتا میتونن سالها رو از طول عمر سالم شما کم کنن. یه نکته امیدوار کننده، هیچ وقت دیر نیست. حتی اگه تا الان سبک زندگی نامناسبی داشته باشید، با تغییراتی که از امروز میدید، میتونید تفاوت بزرگی توی سلامتی و ظاهرتون ایجاد کنید. بدن انسان شگفت‌انگیزه و میتونه خودش رو ترمیم کنه، فقط باید بهش فرصت بدیم. حالا میرسیم به یکی دیگه از عوامل کلیدی، سیستم ایمنی و التهاب مزمن. با افزایش سن، سیستم ایمنی ما ضعیف‌تر میشه. یه پدیده که بهش ایمیونوسنسنس میگن. این یعنی بدن دیگه مثل قبل نمیتونه با عفونت‌ها، سلول‌های سرطانی و آسیب‌ها مبارزه کنه. یه مفهوم جالب توی علم پیری، اینفلامیجینگ هست. این ترکیبی از دو کلمه اینفلامیشن، التهاب و ایجینگ، پیریه. به این معنی که با افزایش سن، سطح التهاب کم درجه ولی مزمن توی بدن بالا میره. این التهاب مزمن به تمام سیستم‌های بدن آسیب میزنه و پیری رو تسریع میکنه. بعضی افراد سیستم ایمنی قوی‌تری دارن که تا سنین بالاتر هم خوب کار میکنه. این میتونه به دلایل ژنتیکی باشه یا به خاطر سبک زندگی سالمشون. افرادی که رژیم غذایی ضد التهابی دارن، منظم ورزش میکنن و استرس کمی دارن، سیستم ایمنی قوی‌تری دارن و کمتر دچار التهاب مزمن میشن. یه عامل خیلی جالب دیگه میکروبیوم روده است. میلیاردها باکتری خوب توی روده ما زندگی میکنن که نقش مهمی توی سلامت سیستم ایمنی، هضم و حتی سلامت مغز دارن. با افزایش سن، تنوع این باکتری ها کم میشه و همین میتونه به پیری و بیماری های مربوط به سن کمک کنه. افرادی که غذاهای غنی از پروبیوتیک مثل ماست، کفیر، ترشیها و پروبیوتیک فیبرهای غذایی میخورن، میکروبیوم سالمتری دارن و این میتونه به کند شدن پیری کمک کنه. یه عامل دیگه که نمیشه نادیده گرفت، اتوفاژی هست. اتوفاژی یه فرایند طبیعی توی سلول هاست که طی اون سلول ها پروتئین های آسیب دیده و اجزای کهنه خودشون رو میخورن و بازیافت میکنن. این مثل یه سیستم بازیافت داخلی است که باعث میشه سلول ها سالمتر و جوانتر بمونن. تحقیقات نشون داده که روزه‌داری متناوب، محدودیت کالری و ورزش میتونن اتوفاژی رو تحریک کنن. این یعنی با تغییرات ساده توی سبک زندگی میتونیم این فرایند مفید رو فعال کنیم و به سلول هامون کمک کنیم تا جوانتر بمونن. خب دوستان، حالا که اینجا رسیدیم، بیایید یه نتیجه گیری کلی داشته باشیم. چرا بعضی آدم‌ها دیرتر پیر میشن؟ جواب کوتاه، به خاطر ترکیب منحصر به فرد ژن‌هاشون، سبک زندگیشون، محیطی که توش زندگی میکنن و حتی یکم هم شانس. ولی نکته امیدوار کننده اینه که بخش زیادی از این موضوع توی کنترل خود ماست. حتی اگه ژن‌های بدی به ارث برده باشیم، با انتخاب‌های درست میتونیم تفاوت بزرگی ایجاد کنیم. رژیم غذایی سالم، ورزش منظم، خواب کافی، مدیریت استرس، دوری از سیگار و الکل، همه میتونن به ما کمک کنن که سلول هامون رو جوانتر نگه داریم. علم پیری هر روز داره پیشرفت میکنه. شاید یه روز بتونیم پیری رو کاملا متوقف کنیم یا حتی معکوسش کنیم. ولی تا اون روز بهترین کاری که میتونیم بکنیم اینه که از دانشی که الان داریم استفاده کنیم و سبک زندگی سالمی داشته باشیم. امیدوارم این ویدیو براتون مفید و جالب بوده باشه. اگه سوالی دارید یا موضوعی رو میخواید بیشتر بررسی کنیم، توی کامنت ها بنویسید. یادتون باشه، هیچ وقت دیر نیست که شروع کنید. هر تصمیم کوچیک سالم امروز سرمایه‌گذاری برای آینده جوانتر و سالمتر شماست. اگه این محتوا براتون ارزشمند بود، حتما لایک کنید و اگه میخواید ویدیوهای بیشتری درباره علم، سلامت و موضوعات جذاب زیست شناسی ببینید،
کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو فعال کنید تا از ویدیوهای جدید با خبر بشید. ما اینجا هر هفته محتوای جدید و با کیفیتی درباره علم و دانش روزمره منتشر می‌کنیم که به شما کمک می‌کنه دنیای اطرافتون رو بهتر درک کنید. پس همراه ما باشید و بیایید با هم بیشتر یاد بگیریم. ممنون که تا اینجا همراه ما بودید. مراقب خودتون باشید، سالم بمونید و یادتون باشه جوانی فقط یه عدد نیست، یه سبک زندگیه. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.